لینک سازی تهاجمی یا بک لینک سازی تهاجمی چیه؟ روشیه که ما میریم با استفاده از ابزارهای سئو رقبامون رو آنالیز میکنیم و میبینیم رقبایی که موفق هستن، اینو حتما مد نظر داشته باشید، و میبینیم اونها از کدوم وبسایت ها رفتن بک لینک گرفتن، حالا یا رپورتاج رفتن یا بک لینک های دیگه. این میریم آنالیز میکنیم با استفاده از ابزارهای Ahrefs، ماز و آبرساجست که اینها در واقع هم پلن رایگان دارن هم پلن پولی، که در پلن رایگان هم یک سری اطلاعات رو ما میدن، اما اگر شد میتونیم پلن پولیشون رو تهیه بکنیم. پلن پولیشون هم نیازی نیست ما هر ماه بریم تهیه کنیم تمدید کنیم، شاید مثلا هر چند ماهی یک بار نیاز باشه بریم یک پلن مثلا برای Ahrefs، پلن خدمت شما عرض بکنم 7 روزه داره میشه گرفتین و ماز و آبرساجس هم به همین صورت میتونید پلن‌های پولیش رو با سایت‌هایی که براتون کارش رو انجام میدن در اینترنت اگر سرچ بکنید خرید مثلا پلن‌های دلاری و اینا، سایت‌هایی میان که به صورت واسطه اینا رو براتون میخرن. وقتی خریدید وارد اینا میشید، کل لینک‌های سایت‌های رقباتون رو میتونید چک بکنید، ببینید از کدوم سایت رفتن بک لینک گرفتن. حالا یا اینها رپورتاج بوده یا نوع دیگه ای بک لینک بوده. خیلی از بک لینک هایی که ما مثلا میسازیم از این روش ها استفاده میکنیم و از این روش میتونید هم برای رپورتاجتون استفاده بکنید، یعنی سایت هایی که رپورتاج میفروشن اگر رپورتاج فروش باشن که به شما بک لینک رایگان نمیدن، میتونید برید در اون سایت ها رپورتاج بگیرید چون نتیجه خوبی داشتن برای رقباتون، قطعا برای شما هم خواهند داشت. و یا اینکه اگر این سایت ها بک لینک رایگان میدن، یه تکنیکی هست به اسم تکنیک آسمان خراش که کلا خلاصش این میشه: یک محتوای فوق العاده عالی ایجاد میکنید در یک موضوعی و به این سایت هایی که بک لینک رایگان میدن تماس میگیرید یا ایمیل میزنید، واتساپ میزنید، هر جوری که میتونید باشون ارتباط برقرار کنید، ازشون میخواید این محتوای عالیه، به کاربراشون کمک میکنه، مثلا در فلان مقالهشون میتونن به این محتواتون بک لینک بدن، که البته در ایران خیلی کم پیش میاد به این صورت، اما خب آزمایشش ضرری نداره و میشه در ماه یک روز وقت گذاشت برای بک لینک سازی تهاجمی که بسیار عالیه، مخصوصا بر بخش رپورتاجش، که اگر در واقع سایت هایی که رپورتاج های قدرتمندی دارن و ما نمیدونیم اتوریتی کدوم سایت بالا و پایین پیش گوگل، از این راه میتونیم بفهمیم. چرا؟ چون مثلا رقیبمون رو آنالیز میکنیم، میدونیم رقیبمون مثلا 3 ماه گذشته توی فلان سایت رفته رپورتاج گرفته، پس رپورتاج این سایت بوده که تاثیر گذاشته روی رتبه گرفتنش و افزایش رتبهش، بنابراین متوجه میشیم این سایت از نظر گوگل اتوریتی بالایی داره، دیگه کاری به ماز و Ahrefs هم نداریم. و مثلا اینجا من ابزار بک لینک چکر Ahrefs رو آوردم، میاید وارد میشید در بک لینک چکر Ahrefs، یک آدرس از شما، آدرس مثلا صفحه سایت رقیبتون که دارید باهاش رقابت میکنید و وارد میکنید، اینجا متوجه میشید از کدوم سایت ها رفته بک لینک گرفته. الان این صفحه از این سایت اومده از این دوتا صفحه بک لینک گرفته و بک لینک های دیگر رو هم اینجا نشون میده پایین تا یه حدی نشون میده و بعد از اون میگه یک پلن 7 دلاری 7 روزه بگیرید که میتونید بگیرید و تو اون 7 روز کار آنالیز رو انجام بدید. پس بنابراین این روش یکی از بهترین روش هایی که ما میتونیم سایت های اتوریتی بالا رو شناسایی بکنیم و بریم درشون لینک سازی بکنیم. سایت دیگه هم آبرساجست هست که میتونید وارد این وبسایت بشید، برای نیل پاتیل هست و در خود صفحه اصلی سایت نیل پاتیل هم وجود داره این باکسش. آدرس سایت رقیب رو وارد میکنید، خدمت شما عرض بکنم در بخش بک لینک، و بک لینک ها رو به شما میده، میگه چه سایت های بک لینک گرفتن و میرید اون بک لینک سایت ها رو چک میکنید، صفحات رو، یا اون صفحات رپورتاجی هستن میرید اونا رپورتاج میگیرید، یا رایگان بک لینک دادن که خیلی عالی میشه، میرید یک محتوای خوب تو سایتتون پیدا میکنید یا میسازید و ازشون میخواید در فلان مقاله به محتوای شما بک لینک بدن. پس بحث بک لینک رو بسیار جدی بگیرید و اون اسلاید قرمز رنگ رو حتما یادتون باشه. سایتی که
بکلینک نداره اصلا رتبه گرفتن در کیوردهای رقابتی رو باید فراموش کنه و سعی بکنید همیشه سایتتون زیر یک کمپین بکلینک سازی باشه که خدمتتون توضیح دادم.